سلام، اینجا پادکست میونبره. آرمانم. سلام، من مبینم. منم امیررضام. خیلی خوش اومدید به اپیزود سوم و یه اپیزود متفاوت. قبل از اینکه اصلا بریم سراغ موضوع مثل همیشه قوز نکنین. قوز نکن. خب بریم چه خبر؟ حاجی سلامتی، خدا رو شکر، همه چی عالی. یه چیز متفاوت میخوای بگو به جز این هر اپیزود همینو میگی؟ همین با دقیقاً همین جمله رو میگی. تو ذهنم داشتم میگفتم ای ولی نفع با یه چیزی که نه دقیقاً همین تیپیکال مبین دیفالت. هیچ تو میخوای صداتو میذارم فقط لباسات عوض میشه دیگه. اپیزود هر دفعه همونو میگه. یه صدا ثابت وقتی میاد رو من، حتی لبام ماشینگ نیست، فقط هم هیچ. هفته عالی بود خدا رو شکر. کار زیاد، خیلی نسبت به قبل دارم بیشتر آهنگسازی میکنم و سریال زیاد. سریال زیاد. من فکرم که دیدیم هم دیگه. اینم هر اپیزود داره. اینکه من نمیدونم اون سریالو که با هم داریم نگاه میکنیم دیگه. خیلی خفنه. آخر سر میگی من نگی. آره اون بیا تمومش کنیم و بگیم. توضیح میدی چجوری با هم نگاه میکنیم؟ بگیم مثلا میشه. آره یه 15 فصل سریال اگه بخوایم تموم کنیم بگیم خیلی رو 20 سوری راجعش حرف بزنیم. خیلی کوتاه. آره توضیح میدید چجوری با هم نگاه میکنید؟ من تو خونه خودشون. آره تو اتاق خودش، منم جدا تو خونه خودمون، تو اتاق خودم تو گوشیم نگاه میکنم. خیالم راحت شد. آره خیال راحت بشه. اون چیزایی که داری میگی فقط مثلا خودم و خودته. بعد آنلاین با هم دیگه تماس میگیرید، هم دیگه نگاه میکنید. گوگل میت خیلی حال میده. بابا تو زندگیم تو گوگل میت نرفتم. جدی؟ به خدا اسکایروم زیاد بودم. اسکایروم خب بریم سراغ موضوع. خب آقا موضوع این دفعه راجع به تکنولوژی، تأثیری که تکنولوژی توی ارتباطات گذاشته، توی اجتماع، توی جامعه گذاشته. بذار راجع به این می‌خوام صحبت بکنم. خیلی موضوع بروز و خفنی هم هست. و اینکه پیش بریم جلو بریم چی به چیه دیگه. بذار من اینجوری شروع کنم. آره تو بذار برو. یه بخشی از حرفا تکراریه. ولی بگوشون. بیایم اینجوری بگیم که به نظرتون آیا اول که تقسیم بندی کنیم، یه بخش از تکنولوژی میشه سیستمایی که باشون روزانه کار میکنیم، یه بخش خیلی 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 زیادی شده سوشال مدیایی که داریم، ارتباطی که به مراتب بیشتر از انسان‌های گذشته، نسل‌های گذشته شده، جامعه ارتباطی که داریم تشکیل میدیم و کلا یه بخشش هم میشه که یه سری اصلا مشاغل جدید داریم، کارهای جدید داریم، تفریحات جدید داریم و شاید حتی اعتیادهای جدید داریم. دوست دارم اینجوری مثلا بپرسم که به نظر شما آیا در تکنولوژی امروزه به خصوص مثلا اون قسمت سوشالش ما مشکلی داریم و اگه داریم اون مشکل چیه؟ من برم مشکل که به نظرم 100% داره، چیز بی مشکل که کلا نداریم، ولی این قضیه مثلا من به نظرم از بیس سری مشکلات داره. یعنی اینکه من احساس میکنم این سوشال مدیا به خصوص حالا یه سریاشون واسه همین کاربرد، واسه همین استفاده درست شدن، ولی یه سریاشون احساس میکنم از اون کاربرد اصلیشون منحرف شدن. یعنی از اون ریلی که واسه شون ساخته شده بودن افتادن بیرون. یه هدفی داشته بعد به خاطر اینکه حالا جامعه کلا بین همه مردم دنیا فراگیر شده و یه جورایی دست مردم افتاده کاملا که به کدوم سمت هدایتش بکنن، از اون سمت اصلیش مثلا منحرف شده دیگه. مثلا به نظرم بهترین اپی که راجع مثلا این میتونیم مثال بزنیم این استاس مثلا. خب من خودم این استا ندارم، ولی کلا چیزی که دارم میبینم توش اصلا چیز جذاب و سالمو به درد بخور نیست. شاید افرادی که توش دارن این کار سالمو انجام میدن خیلی کمن. بیشتر توش داره به یه سری امور الکی و مسخره بازی پرداخته میشه به نظرم. و شاید بگو چی؟ خب چی؟ نه حرف بزن. بگو خب چی؟ نه بگو دیگه وایسادم بگو دیگه. شاید که چی بگم، مثلا با این اپ ساخته نشده که توش به این کارا پرداخته بشه.
واسه درسته مثلا واسه ارتباط و اینا اوکیه، ولی واسه این کارهایی که الان امروز همه داریم توش میبینیم نیست قطعا به نظرم. یعنی کسی اولش اینو درست میگه اصلا نمیدونست یه زمان برای همچین پوینتی رو اصلا تصور نمیکرد. من به نظرم یکی از مشکلات اصلیشون اینه. خب اون وقت تو تعریفت از سالم بودنش چیه که الان میگی سالم نیست؟ نمیگم سالم نیست، میگم یه سری‌ها دارن توش اون کار اوکیشون رو انجام میدن، ولی یه سری‌ها دارن از این جوی که به وجود اومده سوء استفاده میکنن. انگار داره از آب گلالود ماهی میگیری. خب اون اوکیه چیه؟ چی باید باشه که الان نیست؟ اون اوکیه رو که مثلا من که نمیتونم به شخص تعیین بکنم. خب برای تو، برای من مثلا بیشتر اپ‌های مثل اینستا اون پوینت بیزنسی و تبلیغاتیش بیشتر مد نظره تا این فرم که حالا مثلا طرف مثلا یه نفری بیاد کل زندگی روزمره‌شون تو به اشتراک بذاره. اپ‌های مثل این من اوکی ام با این قضیه، نمیخوام بگم گارد دارم، ولی میگم احساس میکنم مثلا پوینت اصلیش این نبوده، الان باید به این سمت کشیده شده. الان سر این دارم میگم مثلا. آره من به نظرم این که میگم مثلا سوال خوبی پرسیده، سالمن داره میگه واقعا به فکر فرو برد من خودم، از نظر خودم سالم چیه؟ به فکر فرو برد تو را؟ میخوای تا بهش فکر کنی؟ من بگو تو یه چیزی بگو. به فکر فرو برد مرا. به فکر فرو برد مرا. شما مرا نگفتم، گفتم منو. داشت طبیعیه. خب خیلی کتاب میخونی. به فکر شما ماگرا به فکر من نظرم راجع به کلا تکنولوژی و سیستم‌های امروزی سیستم‌های امروزی خیلی تکنولوژی امروزی خیلی میره سمت سوشال مدیا. یعنی قسمت قابل توجهی برای من سوشال مدیاست که خیلی قسمت بسیار بزرگی اگه نگیم همه جامعه درگیرشیم، شاید هم یه جورایی همه جامعه، کسی که ندارن، کسی که استفاده نمی‌کنن هم باز به خاطر دور اطرافیان تحت تاثیرش قرار میگیرن. چرا نمیریزی فلان، میبینه نظرات تغییر میکنه اینا. من با 2 تا باور دارم کلا توی ارتباطات انسانی و خود لایف استایل یه آدم. برای من این شکلیه. یکی این که توی ارتباطات خیلی برام مهمه که حضوری فیس تو فیس اتفاق بیفته، یعنی 2 طرف دارن با هم صحبت میکنن راجع به هر موضوعی، یا از کاری فیزیکی منظورته دیگه. آره یعنی ببینن همدیگه رو، ریاکشن صورت همدیگه رو ببینن. من همین دستمو دارم تکون میدم، شما تو تلگرام داری چت میکنی، نه صدایی میشنوی نه حرکت صورتی میشنوی، هیچی، فقط یه چت و خیلی اشتباه ها میتونه برداشت بشه. یعنی فضای محدودیه سوشال مدیا که هم پوینت های مثبتی داره. خب 100% ارتباطات رو راحت تر کرده. قبلا نمیتونستن 2 تا آدم از 2 تا کشور مختلف انقدر سریع و راحت با هم صحبت کنن، ولی خب یه سری محدودیت ها هم داره. یعنی شاید خیلی بیش از اون اندازه‌ای که میتونست مفید باشه داره استفاده میشه و همین کرده پوینت منفیش. مثلا 2 تا آدم با هم مشکل دارن، به جای که بیرون با هم حل کنن اون تو راجبش حرف میزنن و حلم نمیشه. ولی یه خوبی داره، بیرون هم میرفتم که دعوا کنن، حداقل الان دعوا میکنن هم تو دعوا میکنن. انرژی خرج داره. و یه پوینت خیلی گنده‌ای که برای من وجود داره راجع به سوشال مدیا اینه که من به یه چیزی تو انسان خیلی اعتقاد دارم، یونیک بودن. به نظرم هر آدمی، تک تک آدمایی که رو کره زمینن، هر کدومشون یونیکن. هر کدومشون یه خصوصیات اخلاقی، یه سری نظر، یه سری سلیقه و واقعا هم متفاوت و خفنه. اگه بهش توجه بشه، پرداخته بشه، کار کنن رو خودشون. و کاری که سوشال میدیا میکنه کشتن نظراست، کشتن این یونیک بودن است تا یه حد زیادی. یعنی شاید کشتن مثلا یه سیگه هم بشه روش گذاشت. انگار مجبور میکنن افراد توی مثلا یه رودخونه‌ای که به یه سمت داره حرکت، مجبور میکنن همه رو تو همون سمت حرکت کنن. شبیه شستش و مغزی میمونه. یعنی شما مثلا من نظرم اینه که آقا همیشه تیشرت ساده دوست دارم بپوشم، حالا یه کت روش، یه کت مثلا جی، ولی مثلا میری تو اینستا میبینی نه اصلا همچین چیزی نیست. مد روز چیه؟ تیپای اولدمانی، واه پسره مثلا فیت زده اینجوش اینجوری، دختره لباس کلاسیک پوشیده، بذار منم کلاسیک بپوشم، حتما اینجوری بهتره. و همین باعث میشه من اون پرسونالیتی شخصی که دارم رو از دست بدم. و برای من این موضوع واقعا ترسناکه.
ترسناک و ناراحت کننده. بیشتر ناراحت کننده است تا ترسناک. یعنی جامعه داره روحشو انگار سر این قضیه تا یه حدی از دست میده. راجع به همین کلا انسان‌ها موجوداتی هن که خو گرفتن توی اجتماع زندگی کنن، توی قبیله زندگی کنن. تمام سالیان 10,000 سال، هزاران سالی که ما طی تکامل جلو رفتیم این بوده که توی قبیله زندگی کنیم، نظر اون آدمایی که تو اون قبیلن برامون مهم باشه، که پذیرفته بشیم، که خب اینجوری شانس زنده موندنمون، شانس بقامون، شانس تولید مثلمون بالا میره. ولی هیچ وقت اینجوری نبوده که من توی مثلا 1 ساعت یا حتی کمتر به نظر هزاران، 10,000 یا حتی میلیون ها نفر آدم یه جا دسترسی داشته باشم. مغز انسان برای این ساخته نشده و نمیتونه تشخیص بده، یا حداقل بدون تمرین زیاد و مستمر نمیتونه تشخیص بده که من کدوم نظر رو نادیده بگیرم، کدوم نظر رو نادیده نگیرم. نسبیه، قبول دارم، ولی بالاخره مثلا یه چیزیه که آره دقیقاً توی سطح هوشیاری ما نیست، مستقیم میره توی لایه‌های زیرتر و خودشو نشون میده. از نظر آماری هم اینو داریم دیگه. توی آمریکا از سال مثلا 2010 2011 ریت خودکشی، ریت افسردگی به خصوص توی دخترای مثلا نوجوان خیلی زیاد شد. دقیقاً همون موقع که در واقع اینترنت به صورت این حالت اجتماعیش در دست مردم قرار گرفت. قبل‌تر هم بود دیگه، مثلا خب سایت‌ها بودن، بلاگ‌ها بودن، سرعت‌ها پایین بود، خیلی اینترنتش اینجوری نبود. خب این سرعت به این سرعت مثلا تو توییتر رو داری، بعداً اینستاگرام اومد و همه اینا خوب چیز شد. ولی با یه حرفت مخالفم. اینستاگرام از اولش برای عکاسا بوده، یعنی قبل از اینکه اصلا وارد فضای فیسبوک بشه و همه این داستانا، اینستاگرام یه فضایی بوده که آدم‌ها عکس می‌ذاشتن و برای این هدف بوده. عکاس‌ها یا عکس؟ فکر کنم اولش اصلا مخصوص خبرنگارا عکاسا بوده. یعنی تو مثلا قدیمی‌ها رو هم ببینی، خیلی اصلا آدمای قدیمی که تو اینستاگرام بودن اگه تا الان اکانتاشون رو پاک نکرده باشن، همش عکسایی که مثلا یه عکسی از منظره گذاشته، آدم همین میگه ببین بیس اپ چی بوده، واسه چی ساخته شده. همه اون محدودیت‌ها نمیدونم یادتونه یا نه، اصلا داشتین یا نه. محدودیتی که مثلا عکس حتما باید مربعی باشه، 1:1 باشه، فیلتر نمیتونستی روش بذاری و همه اینا اون موقع روش بود، بعد به مرور چیز شد. بعدن که ویدیو اومد، مثلا اول فقط ویدیوهای 30 ثانیه‌ای میتونستی بذاری، بعدن شد 1 دقیقه، بعدن یه چیزی اومد به اسم ریلز، به تقلید از تیک تاک و بعد به تقلید از یوتیوب مثلا. این پروسه جالبیه که مثلا یه در واقع تو یه سیستمی درست میکنی، یه دیزاینی میکنی که برای یه گروه و هدف خاصی باشه، ولی صرف این که مارکت چی میخواد ازت، صرف این که اون الگوریتمت باید توجه جلب کنه که بتونه تبلیغاتشو بفروشه، به کجا کشیده میشه. یه اصطلاح جالب دیگه هم هست که اون دفعه ما هم صحبت میکردیم که میگه که فقط 2 صنعتن که به کاربراشون اسم یوزر میدن. یکی صنعت فروش مواد، یکیش هم تکنولوژی. تو اون شخص رو داری میفروشی، توجه اون شخص رو به شرکت‌های تبلیغاتی میفروشی. همینه، کل بیسش اصلا رو همینه دیگه. کل استریم کاونت ها، کل سیستم کلا استریمینگ، اون ویو هایی که میگن بر اساس هر 1000 تا فلان اتفاق میفته، خب اون 1000 تا آدمه دقیقاً دیگه. تو حداقل بگو دیگه مثلا 800 تاشون آدم هستن، بعضی 2 بار 3 بار دیدن، به انسانن واقعا. و شما مثلا یه کانتنتی میسازی، جالبه دیگه، تو یه جورایی مثلا بعد 2 سال 3 سال کارت میشه ساختن کانتنت هایی که اون انسانها رو جذب کنه دیگه. حالا اینکه چه تأثیری داره روشون میذاره، تأثیر خوبه بده، مثلا یکی از مستقیم ترین تأثیرهایی که من دیدم، مستقیمه به نظر من، سوشال مدیا و تکنولوژی اتفاقا تأثیر غیر مستقیم نیست، خیلی مستقیمه، چون تو داری میبینی و همون رو داری برمی‌داری، داری دریافتش میکنی، همون تأثیرشو گذاشته.
یه جمله نیست من برم راجبش فکر کنم، تو داری مستقیم میبینی، میزنی بعدی. یکی از بیشترین تاثیرایی که من تو سوشال مدیا دیدم و به نظرم خیلی مخربه، یه جورایی میشه گفت این ترویج و ساده سازی، خیلی نرمال نشون دادن یه جورایی مواد مخدره. این یکی از عامه ترین تاثیراییه که من دارم میبینم. از آهنگ میگیری، از فیلم و سریال میگیری، مثلا یه چیزیه که مخصوصا آهنگ خیلی عادی سازی شد، راحت راجبش خونده میشه و من همیشه با این از اول مخالف بودم، مخالفم میمونم، چون این محتوایی نیست که این خیلی برای من ناراحت کننده است. ببین تأثیری که رو ارتباطات داشته فکر کنم بزرگترین تأثیرش محسوب میشه دیگه کلا، چون ما جز نسلی هستیم که این تحول و سیر پیشرفته رو قشنگ از بچگی تا الان تجربه کردیم. آره. یعنی قشنگ تو یکی از نیازهای اصلیمون شده، دقیقاً. و اصلا جدا از نیازی که واسه من از بچگی وجود اومده، این پیشرفته رو با چشم خودمون دیدیم و اینقدر سریع خودم فکر می‌کردم 10 سال بعد با خودم میگفتم، یعنی واقعا اون موقع که میدیدیم فکر نمی‌کردیم 10 سال بعد یه همچین اتفاقی بیفته، خدا وکیلی. الان اصلا من میگم ما قشنگ تو سیره قرار گرفتیم دیگه. نه واقعا نزدیکش هم نبود، یعنی مسیرش اینجوری نبود که خب یه قالبی دارم میبینم این قالبه میتونه بره جلو، اصلا همچین فرمی نبود. من مثلا یادم بچه بودم چیزی به نام تبلت وجود نداشت اصلا، بعد اولین بار که اومده بود کف کرده بودم یه گوشی اینقدیه، این چی میگم؟ آره دقیقاً چقدر خفنه، چقدر آره دکمه هم نه اصلا خیلی خفن. بعد ما قشنگ تو این سیره قرار گرفتیم و این دور شدن رو شاید خودمون به عینه تجربه کردیم، این دور شدن ارتباطات، از همدیگه فاصله گرفتنه. من واقعا برمیگردم عقب و نگاه میکنم، خب جمعایی که قدیم داشتیم الان خیلی وقت دیگه اصلا تکرار نمیشه اون شکلی، اصلا نه به اون شکلی که همه دور هم دیگه جمع بشن، گوشی نباشه. موقع گوشی واقعا فقط واسه زنگ زدن و پیام دادن استفاده میکردن دیگه، اینجوری نبود که این همه سوشال مدیا باشه و بخوام گوش بچرخه. نهایتا فکر کنم آدم اونی که کارش زنگ و تلفن و اینا بود که چی، ولی یه آدم نرمال شاید تو روز شاید خیلی زیاد دارم میگم بیشتر از یه رو با گوشیش کار نمیکنه. آره دیگه، بعد یه رو هم خیلی زیاده، تو یعنی یکی رو پشت تلفن داری صحبت میکنی خیلی. چقدر مثلا جمعای خوبی بود که الان دیگه تقریبا حذف شده، یعنی حتی اگه اون جمع هم باز کنار هم دیگه جمع بشن، هر کی میره یه گوشه میشینه سرشون میکنه تو گوشیش، بعد اصلا از اون فرم قدیمی کلا خارج شده. من دارم فکر میکنم این اگه داره با این سرعت پیشرفت میکنه و الان وضع ارتباطات اینه، اگه چند سال بعد میخواد چی بشه، اون قسمتی که آینده این داستان میخواد چی بشه، چون اصلا واقعا ارتباط سوال برانگیز میشه. حالا من خود پیشرفت تکنولوژی رو کار ندارم، ولی که مثلا تو همین 10 سال اینقدر کم شد ارتباطات فیزیکی، جمع کاهش پیدا کرد، من خودم میگم مثلا 10 سال دیگه قراره چی بشه. من نظر یونیکی راجع به این دارم، ولی دوست دارم اول تو امیررضا صحبت کنی. من که گفتم تو بگو چی میگی. کنجکاو شدم نظر یونیک تو بشنوم اول. ویژن خودت راجع به 10 سال بعدش بگو، شاید تاثیر بذاره حرفم. یه نموداری بود میگفت که مثلا فرض کن 10 سال پیش خب شروع اینترنت، شروع اینکه کم کم وارد مثلا چیز بشه، در زندگی روزمره بشه، حالت پیکش. آره. و بعد میگفت که تو نمیدونی الان من دقیقاً کجا، یه نمودار حالت لوگاریتمی، نه اون برعکس لوگاریتم، نمایی ولی با یه حد افقی. خب تو نمیدونی کجای این نمودار پیشرفتی، آیا جایی هستی که مثلا 10 دقیقه بعدت 2 برابر الان رفتی پیشرفت کردی، یا اینکه مثلا دیگه به یه حدش رسیدی که دیگه خیلی پیشرفت نمیکنه. آره. خیلی پیشرفت ها کند و آروم و مثلا جزئیه. و ما الان دقیقاً داریم توش زندگی میکنیم، دقیقاً سر هوش مصنوعی، سر LLM، لارج لنگویج مدلات، دقیقاً ما همچین چیزی داریم که نمیدونیم آیا این مثلا این همه پیشرفت رسیده به این که ما یه همچین مثلا باتی داشته باشیم، یا اینکه قراره از این هم مثلا پیشرفته تر بشه، از این هم تغییرات گسترده تر بشن. این هوش مصنوعی خودش خیلی مقوله عجیب غریبیه و تا هم چند سال پیش نبود واقعا. و این و خب مثلا به نظر من مثلا نسل قبل از ما هم تغییرات بیشتری رو دیده، تغییراتی که واقعا وجود نداشته و این اومده و اینقدر پیشرفت کرده رو دیده.
ما شاید اولین نسلی باشیم که حالا نسل زد اولین نسلی باشه که این سیره رو دیدیم. اصلا سیره نه، بخش از وجود ماه. یعنی که من واقعا اینترنت نداشته باشم انگار نمیشه زندگی کرد اصلا. حتی اگه کاری هم باش ندارم، حتی اگه تشنه‌ام نباشه، این که بدونم آب قطعه یه فشاری روزه. این خیلی جالبه. با یه جمله ختم میکنم سخنرانیم رو. سوفوکل یکی از تراژدی نویس های یونان باستان یه جمله خیلی قشنگی داره، میگه که هیچ چیز عظیمی وارد زندگی فناپذیران نمیشه بدون اینکه یه نفرینی پشتش بشه. 100% هدفه. سوفوکل یا سوفوکل عزیز ارجاسی، بوس به سر کلت. تممون چجوری بود؟ نزنید آقا لطفا. برو خدا خراب نکنید ذهنیت رو راجبش. من نظر خودم راجب این سیستم 2 تا پارت داره. قسمت اولش 100% سوشال مدیا است، قسمت دومش خود تکنولوژی که این دوتا خیلی مستقیما هم باز رو هم تاثیر میذارن. یعنی تکنولوژی پیشرفت میکنه، اتفاقات گنده تو سوشال مدیا میبینی، سوشال مدیا میره جلو، کسایی که دارن تکنولوژی رو پیشرفت میدن به ذهنشون میزنه که چجوری پیشرفت بدن، این به کدوم سمت. اول راجع به تکنولوژیه. خب یه پوینتی همیشه من توی این تکنولوژی بچگی برام جذاب بود و کم راجبش صحبت شد. یه جایی از بچگی ما خیلی یهو سرعت گرفتیم پیشرفته. آره دیگه من میگم دیگه. یعنی یهو انگار مثلا هر سال داشت 2% 3% میرفت جلو. شاید مثلا سال 87-88 من تجربی دارم میگم بر اساس چیزایی که یادمه. شاید الان بری تو اینترنت اصلا راجع به موضوع حرف زده شده و خیلی سالهای دقیق هم دادن راجبش. مثلا 2% 3% هر سال داشت پیشرفت میکرد، ریز یه ذره کامپیوتر میرفت جلو، یه ذره گوشی‌ها میرفت، یه جا یهو از اون فاز پیشرفت حلزونیه هر سال 2% 3% یهو زد بالا. و یه جورایی من یادمه کارت گرافیکای نسل 10 بود اومدن، اون یه پیشرفت خیلی گنده عجیب غریبی بود و بعد اون دیگه همین جوری ادامه پیدا کرد و رو به بالا رفت. یعنی مثلا شد سالی 20% سری 10 اومد 1080 تی که آخرین کارت گرافیک بود رفت رو سری 20 اصلا دیگه سرعتش رفت رو 40-50%. یعنی ما تو 3 سال 4 سال کنسولای بازی گرافیکای پی سی گرافیک خیلی تکنولوژی منحصر به فرد و خاصی داره. تو 3 سال 4 سال شما سری 20 رو تموم کرده بود انویدیا، سری 30 رو تموم کرده بود انویدیا، داشت میرفت رو سری 40. یعنی الان که ما داریم صحبت میکنیم سری 50 در عرض فکر کنم شاید نهایتاً سال؟ نه حتی یه سال و نیمه که یهو سری 40 تموم شد اومدن رو سری 50 و این سری ها میره بالا. خیلی داره اتفاق میفته. یعنی اینجوری بگم خیلی اتفاق افتاده که شما میبینید این سری یه دونه رفته بالا. خیلی تکنولوژی پیشرفت کرده. خب اصلا بس کنسولا هم خیلی عجیبه. سگا نمیدونم داشتید یا نه. خب من بچه بودم سگا داشتم. من فامیلام. خب آره من داشتم. خب کیفیتش از جدا از این که یه دونه حالت نوار صوتی بود میزدی تو دستگاه 50 تا بازی میومد، جدا از این سیستم که بعدش مثلا PS1 اومد و بعد PS2، بعد مثلا خود PS1 و PS2 پرفروش‌ترین کنسول تاریخ اصلا پرفروش‌ترین کنسول کل تاریخ. آره هنوزم. خب به خاطر اینکه خیلی فرق کرد نسبت به PS1 خیلی خفن‌تر شد و همه تو این فاز بودن که دیگه از PS2 الان انقدر ترکون دیگه مثلا PS2 به بعد نمیشه دیگه انقدر همچین جهش دیده بشه. ولی PS3 خب با اینکه خیلی فروش خفنی نداشت ولی از لحاظ کیفیتی منفجر کرد اصلا. یعنی PS2 به PS3 کیفیتش اصلا میگم از دقیقا همون جهشی که دیو میگه 20-50%. آره و راجع به آیندهم دقیقاً خیلی برام جالبه که بدونم این پیشرفت با این سرعت داره اتفاق میفته. هوش مصنوعی که تو این 2-3 سال اخیر از یه تئوری شروع شد و الان عملی شده که خیلی خفن داره کار میکنه. و این هوش مصنوعی حالا یه چیز جالبی هم که بهش اعتقاد دارم اینه که قسمتی که دارن به ما پابلیشش میکنن
خودشون خیلی در اساس ما نیست، خیلی جلوتره اصلا سیستمشون. تو پرانتز PS2 163 میلیون دستگاه فروخته. اصلا دستگاه ببین PS2 با اختلاف خفن ترینه و حتی نزدیکش هم نشدن. هنوزم آره بهترین هنوز این خیلی خفنه. راجع به قسمت سوشال مدیاش هم من کلا یه نظر برعکس این قسمت تکنولوژی دارم. یعنی برعکس تکنولوژی که داره میره جلو، اتفاقای خفن میفته، همه واو چقدر خفن، این چی داره میشه، چی میخواد بشه، ربات ها تو آینده، جنگ و اینا. سوشال مدیا داره برعکسش پیش میره. یعنی من یه چیزی که دارم تو دور اطرافیانم میبینم به صورت جالب، شاید کلمه سوشال مدیا زدگی کلمه مناسبی باشه براش. یعنی دارم میبینم آروم آروم یه سریا دارن از اینستا برمیگردن، بعضیا پاک میکنن. خودت هم اینستا رو پاک کردی؟ من 6 سال 6 سال پاکم. من جزء اون دسته گروهایی بودم که اینستاگرامو این اولش عکس منظره اینا میذاشه، ولی از اون پیکاش مثلا آره قبل از اصلا وارد نه الان وارد فیسبوکه. آره قبل وقتی خود اینستاگرام مثلا همون گروه برنامه‌نویسای خیلی کوچولو بود. از اون موقع داشتیش؟ آره من چند سال خیلی بچه بودم، 11 سالم بود. آره این سوشال مدیا بود داشت، بعدش اومد بیرون. آره بعدش به موقع اومد. آقا میدونید چرا یکی دلیل این سوشال مدیا زدگیه؟ همین روندی که گفتم الان دوش داره اتفاق میفته. دقیقاً میگه یه روند پوچ خسته کننده که خسته میشه آدم بالاخره. بعد من هر روز پاشم برم نظر آدمای مختلفو ببینم. اصلا جز نظر خوندن یه سری موقع واقعا آدم به خودش میاد میینه 2 ساعت نشسته یه گوشه و همینجوری داره میره بعدی. بعد بعضیا میگن نه ما استفاده مفید میکنیم. چقدر از اون استفاده مفید مثلا 2 ساعته‌ای که ما داریم از اینستاگرام میکنیم واقعا تو حافظه بلند مدتمون قراره بمونه؟ واقعا یه چیزی به نالج تبدیل میشه، به تجربه تبدیل میشه که تو یه آگاهی راجعش داشته باشی؟ تازه بماند که چقدر تو مثلا بس صرف قضیه تبلیغاتی، صرف یه ویوی بگیری یه دانش گسترده رو کوچیک میکنی که محدودش میکنی، ضعیفش میکنی. دقیقاً که فقط مثلا یه ویو چقدر مثلا حتی اون آگاهی که میگیری مثلا آیا اونقدر کامل هست یا نه، درست هست یا نه. آره. اطلاعاتی که داده میشه شما به خاطر ویو، من منظور از شما کسی رو به اصطلاح تو خودت 6 ساعت تو دیسکورد داره چیزا مثلا بخوام یه محتوایی تولید کنم، خب میرم سراغ اون قسمت عامه پسندانش. حتی بعضی موقع میگم من آدمی نیستم که تولید کننده محتوای بسیار وایرالی باشم، ولی همچین حسی بهم میده که تولید محتوای وایرال اینجوریه که تارگت میکنن رو اون قسمت جذابه، حتی اگه به قیمت از بین رفتن یه سری واقعیت باشه. یعنی یه سری قسمت‌ها راجع به موضوع گفته نشه، شاید در نتیجه ببینی یه چیزایش تغییر کرد، اصلا اون قضیه دیگه نیست. ولی اتفاق خیلی زیاد داره میفته دیگه، هی هم تکرار میشه. ما هیچ وقت هیچ دوره‌ای نداشتیم که مثلا 20 نفر دیزاینر، 20 نفر آدم تو آمریکا، مثلا غرب آمریکا توی گوگل مثلا بشینن یه چیزی رو طراحی کنن که کل زندگی ما رو تحت تاثیر قرار بده، زندگی میلیاردها نفر آدم رو تحت تاثیر قرار بده. یه تو ببینی اوکی نوتیفیکیشن باید اینجوری باشه، پس تویی که مثلا قبل از اینکه از خواب صبح پا میشی و وارد میری، مثلا قبل از اینکه بری دستشویی، نوتیفیکیشنی که میبینی باید اینجوری بیاد. این خب هیچ وقت ما همچین چیزی نداشتیم که یه گروه کوچیکی برای این آدما تصمیم بگیرن. هیچ پس‌زمینی اصلا نداره کلا در مورد این. از این جهت خیلی خود سوشال مدیا 3 تا قسمت داره. یه قسمتش اینه که مثلا یه کاری کنه تو همیشه داخلش بمونی، اونقدر جذابیت دوپامین رو داشته باشی که بمونی. دو اینکه معرفیش کنی به بقیه، یعنی انقدر خوشت بیاد که بقیه هم بکشونی بخوری و خودت هم برگردی. و سومیش که از همش به نظر من مهمتره اینه که چیکار کنه که اون وسط یه سری تبلیغ هم بچپونه که خودش پول در بیاره و چیکار کنه که مثلا تو اون تبلیغ رو بیشتر ببینی، حتی اگه مثلا گوشه چشمت باشه. راجع به هوش مصنوعی مثلا جنگ ربات‌ها اینا حرف زدیم، یه جایی است که میاد میگه که کجا ربات‌ها، کجا هوش مصنوعی، کجا همه این چیزایی که پیشرفت کرده از زور ما بیشتر میشه، از بهترین انسان‌ها بهتر میشه. ولی خب هوش مصنوعی سالهای ساله که هست، الگوریتمایی که انقدر پیچیدن که مثلا بیان تصمیم بگیرن که من چجوری تو رو جذب کنم، چجوری چیزی که تو دوست داری رو انتخاب کنم، انقدر پیچیدن که ما بهش باهوش بگیم
سالهای ساله که حساب پشت همه برنامه‌هایی که ما استفاده میکنیم داره استفاده میشه و این سالهای ساله که از ضعف انسان‌ها قوی‌تر شده. یه جاییه که ما میگیم خب از بهترین انسان‌ها بهتر میشه و ما دیگه نمیتونیم جلوشو بگیریم، ولی خیلی وقته که از نقطه ضعف‌های ما بهتر شده و داره از اون نقطه ضعف‌ها استفاده میکنه. یکیش اینه که من تایم تو رو بگیرم، توجه تو رو بگیرم. یکیش اینه که تمرکزت رو جلب کنم به محتوای کوتاه 1 دقیقه‌ای. آره اتفاقی که خیلی داره به صورت گسترده میفته. اینکه خیلی از اوقات مثلا اگه یه اتفاقی داره میفته من سعی کنم این اتفاق یه جور پخش بکنم تو ذهن همه بگنجونم. من سعی بکنم همه رو مجبور بکنم به اون سمت پیش برم. آره با اون ذهنیت جذب تمرکز است دیگه. من میخوام که این اتفاق به این دید برداشت بشه. اصلا میگم یه جورایی اصلا مجبورت میکنن به سلیقه خودشون فکر کنی. آره. یعنی تو به اجبار یه چیزی انگار تو ذهنت میذارن آماده که تو دقیقاً رو همون فکر کنی، فکر نکنی، بعد به جات فکر میکنی. مثال جالبش اینه، فرض کنید ویکی‌پدیا که یه جای آزاده دیگه، همه میتونن تو چیز میز بذارن، شبیه اینستاگرام بود. یعنی همونجوری یه فیدی داشت، همونجوری شخصی سازی شده بود. من مثلا راجع به جنگ جهانی دوم سرچ میکردم و بر اساس موقعیتم، بر اساس تمام سرچایی که کردم، واقعیتی که میخوندم با واقعیتی که مثلا تو میخوندی فرق میکرد. آره چون اینستاگرام یه همچین چیزی شکلی میشد دیگه، هر کی اون دیده خودش اونجا نوشته بود. کانسپتی میگی. آره این ناگفته، این یکی از ناگفته‌های اینستاست. یعنی واقعا اینستاگرام اینجوریه. یعنی حتی که مثلا من با برادر دوقلوی نداشتمم که همه چیزامون شبیه و حتی فکرامون شبیه، بالاخره یه جاهایی فرق میکنه. بالاخره مثلا ممکنه اون این رنگ رو دوست داشته باشه که من خیلی به مزاجم خوش نیاد و در نتیجه تبلیغاتی میبینم فرق میکنه، در نتیجه فکری که داره وارد مغزم میشه فرق میکنه و به واسطه اون بالاخره یه جایی جمع میشه که ما، یعنی اون حقیقتی که از طریق مثلا یه چیزای شخصی از یه مطلب یکسان هزار تا حقیقت متفاوت برداشت میتونم یه حقیقت متفاوت بگیرم. یعنی فکر کن چه دنیای ترسناکی میشه که فرضاً ویکی‌پدیا اینجوری بود. آره خیلی عجیب غریبه واقعا. من مثلا راجع به جنگ جهانی دوم میخوندم، چی میخوندم، مثلا تو چی میخوندی؟ یه چیز جالب راجع به هوش مصنوعی جدیدن خوندم، این سیستم تبلیغایی که مثلا توی همین سوشال میدیا و یوتیوب و اینجور چیزا میاد، تبلیغایی که وسط ویدیو اینا میاد، خب تو میتونی اسکیپ بکنی دیگه، یه تایمی نگاه میکنی بعد اسکیپ میکنی. مثلا چیزی که من خیلی ترسناک بود، میگفت مثلا دارن روی این کار میکنن که یه هوش مصنوعی وارد بکنن که تو خب مثلا تایمی که تبلیغ میاد تو میتونی اصلا گوشی رو بذاری کنار، بری 2 تا کار انجام بدی تا تبلیغ رد شه. آره. ولی هوش مصنوعی این شکلی باشه که تو باید به صفحه گوشی نگاه کنی وگرنه تبلیغ رد نمیشه. این که آره تو باید توجه 100% بدی. دقیقاً. یعنی اگه نگاه نکنی به نظرم لازم نیست وارد کنن. یعنی همچین قدرتی رو الان هم خیلی از سیستما دارن. من نمیگم الان ندارم ولی هنوز وارد نشده. راجعش صحبت ولی خیلی چیز عجیبیه. یعنی تو رو وادارت بکنن باید ببینی. میخوای از این میخوای مثلا یوتیوب استفاده کنی باید ببینی. یوتیوب داره همچین کاری میکنه. تو اگه اد بلاکر داشته باشی تشخیص بده تو نمیذاره ویدیوها رو ببینی. آره. داره اصلا همچین پروسه‌های رو پیش میبره. یه چیزی که امیررضا تو حرفش گفت و به نظرم خیلی مهمه که بهش توجه بشه، توی این سالایی که سوشال مدیا همینجوری داره پیشرفت میکنه، آدینسش بزرگتر میشه، کامیونیتیش بزرگتر میشه، یه اتفاق خیلی جالبی داره میفته. اینو توی آهنگسازی خیلی بهش توجه میکنن، تو بحث موسیقی، تو مارکت جهانی، نه توی مارکت خاص. خیلی صبر داره میاد پایین. مردم خیلی تحمل، مردم که میگم منظور خودم آدم. آره. تو باید یه جای بهترین تو بذاری همون اولش که جذب کنه. 2 ثانیه اول منو بگیر. آره اولش که جذاب نباشه بعد کلا آره من اینجوریم. من اینجوریم. یعنی تو جذب نکردی تموم، بعدی نکرد بعدی این به نظر جالب میاد. چرا؟ چون مثلا یه خونه 1000 متریه با مثلا کلی وسایل فلان، یا یه غذای خیلی جذابه که داره خوردش میکنه. مثلا صبره داره میاد پایین. آهنگا قبلا شما آهنگای 5 دقیقه‌ای میشنیدی، 4 دقیقه‌ای میشنیدی، ژانر خاص نه، اصلا آهنگ میشنیدی 1 دقیقه اول فقط صدا ساز و موسیقی اصلا طولانی. و من بازم این سلیقه شخصی منه، اعتقادم یه جورایی که خیلی روح کارو میبرده بالا. مثلا یه اینترو طولانی برای موسیقی جاز
که اول شما داری آروم آروم خو میگیری با آهنگ، این چشاتو ببندی گوش کنی، مثلا اینجوریه که تو رو آشنا میکنه با فضا، انگار معرفیت میکنه داستان چیه، حالا آهنگ شروع میشه، این صدای خواننده است، این ریتم، این رونده. الان اینجوریه که خب من میخوام یه ادیت خفنه مثلا تیک تاک بزنم، 3 ثانیه اول آهنگ چی داره؟ هیچی نداره، این چه آهنگ آشغالیه. در صورتی که خیلی خیلی این عجیب شده. آهنگا از 5 دقیقه 4 دقیقه الان شدن نهایتاً شاید 2 دقیقه 2 دقیقه و 30 ثانیه دیگه، واقعا نهایتاً خیلی کم شده تایماشون. تو مارکت جهانی باز میگم، مثلا ممکن تو مارکت ایران فرق کنه، ولی کلا ناخودآگاه زندگی رو سریعتر کرده. آره این خوبه به نظرتون؟ ببین نمیتونی بگی بد. من هیچ زمانی من نمیتونستم یه دکمه جادویی بزنم و مثلا بگم که من اینجام، یه نفر بیاد دنبالم منو ببره اونجایی که میخوام در عرض مثلا 30 ثانیه. چیزایی که ما مثلا خدماتی، نه از نظر خدماتی، از نظری که من دیتایی که میتونم زندگی رو خیلی ساده تر کردن تو خیلی از زمین، دیتایی که میتونم درست بهش برسم خب خیلی بازتر شده. چقدر ما مثلا تحریف تاریخ داشتیم در گذشته و چقدر تو الان راحت‌تر میتونی اینو بفهمی صرف این که دید یه نفر دیگه رو داری که مثلا یه قاره دیگه است و اون داره مثلا میگه نه مثلا من چیزی که دارم میبینم اینه. خیلی چیزا تغییر کرده، به تبع اون رسانه هم تغییر کرده، به تبع اون جوری که من خودم رو نشون بدم که همون پذیرفته شدنه که راجع بهش صحبت کردیم و بهش به دست بیارم. از اون طرف خیلی مثلا باعث شده که همه دنبال یه سطحی از کمال برن که خب آره ایدالگراشن، یه جوری آرمانگراشن که بهش نمیرس، که نه که لزوما بهش نرسن، این که برای هر کسی فرق میکنه. من کلا آدم کندیم، من نمیتونم مثلا تو الان از من یه سوال بپرسی که مثلا میگی خب راجع به پادکست چیکار کنیم مثلا چیز کنیم، نمیتونم بگم الان چیکار کنیم، بعد برم 2 روز فکر کنم بهش، مثلا شب بخوابم تا بتونم یه تصمیم برسم. ولی حتی مثلا توی اون جامعه ای که مثلا جامعه شده و درست میشه، مثلا توی پروداکتیویتی، توی اینکه درس خونا چجوری باید درس بخونی، خب خیلی خوبه که من دیتا بگیرم که اوکی تحقیقات جدید اینجوریه که مغز آدم اینجوری بهتر یاد میگیره، اینجوری حافظش بهتره. اگه من مثلا سعی کنم فعالانه یه چیزی رو یاد بگیرم، یاد بیارم، خب بهتر توی ذهنم میمونه. این خیلی خوبه من اینو یاد بگیرم، ولی اینکه چقدر دنبالش برم، چقدر من مثلا بیام از 16 ساعتی که در روز بیدارم و تایم به تایمش برنامه ریزی کنم و بگم که خب من امروز مثلا 2 ساعت کتاب خوندم، 2 ساعت ورزش کردم، 2 ساعت این غذای سبز رو خوردم، که بعد مثلا از هر کدومش یه عکسی هم بگیرم نشون بدم. زندگی رو سریعتر کرده و از اون طرف شاید خوشحالی و آرامش رو داره مثلا فداش میکنه. باز برای یه سری آدم ها ذاتن اینجوری هن. یه سری آدم ها ذاتن انسان‌های سریع یا انسان‌های برنامه ریزه، این که مثلا من برای تایمم برنامه ریزی داشته باشم هستن و این برایشون خب شاید خیلی خوب باشه، ولی برای خیلی از آدم هم نیست. نه حتی برای اونا هم به نظرم باز سوشال داره روحو از زندگی میکشه. آره یه جمله عجیبی گفت تا 16 ساعتی که بیدارم داشتم به این فکر میکردم که چه تاثیر داشته اصلا رو خود زندگی آدما، یعنی اصلا یکی روی منظور رو مغز ما چه تاثیراتی داشته و از اون حالت فیزیولوژیک و نرمال خارج کرده کلا. یعنی من یه تحقیق روانشناسی داشتم یه جا میخوندم، یارو توضیح میداد که میگفتش شاید 80% افرادی که اختلال خواب دارن خاطر اینه که خب مغز انسان طوری طراحی شده که در گذشته هم همینجوری بوده. وقتی مثلا هوا تاریک میشه، آقا من برم توی قاری یه جایی که کلا تاریک باشه، مغزم به اون سیستم عادت میکنه و مثلا میره تو فاز خوابیدن و اینا. الان تو میری آره شب میشه، چراغ خاموش، اتاق خاموش، یه صفحه اینجوری میگیری جلوی چشت با نور زیاد یا اصلا نور کم، بالاخره یه روشنایی جلوی چشته
و این اصلا با اون پروسه مغزی تو در تضاد کامل. داره محتوا میاد. یعنی آفرین داره دریافت میکنه و فعال الان داره تحلیل میکنه، یعنی داره میبینه و آنالیز یعنی این بالا میگه الان هوا تاریک خاموش شد اصلا تا مثلا بعد بخوابه، بعد این جلوی یه صفحه گرفته نور زیاد یه چیز همینجوری دیتا داره وارد میکنه. این مغز باید فعال باشه. یعنی تو خالی نخوابی پاشی مثلا رو کاناپه بشینی دیوارو نگاه کنی انقدر مغزت فعالیت نمیکنه که داری اینستا چک میکنی قبل خواب. این اصلا خیلی اختلال به وجود میاره دیگه. الان خیلی ها هستن از 8 ساعت نمیخوابن. یه چیز دیگه هم حالا به عنوان مثلا دیگه آخراش یه مطلب دیگه هست که مغز آدم خب 2 تا حالت چیزه. یه حالت فعالانه داره، یه حالت داره که وقت اسمشو دقیق یادم نمیاد که وقتی تو حوصلت سر میره یه سری از بخشای مغزت فعال میشه که میاد مثلا اون کار اون قسمت‌ها اینه که بیاد رو خودت تمرکز کنه، روی آیندهت تمرکز کنه، اون سلف ورف رو بهت بده، بیاد مثلا راجع به آینده پیش بینی کنه، خلاقیت بیاره و تو الان نمیذاری حوصلت سر بره. به محض اینکه مثلا من کارم تموم میشه خب ببینم اینجا چی داره. خلاصه حرف اینه که نمیشه جلوشو گرفت و قرارم نیست جلوشو بگیریم. میگم یه چیزی که برای همه ما حداقل ماها ما خیلی اون یه سری سرباز کوچیکیم که اینجا قرار گرفتیم و حالا سرباز شاید واژه خوبی نباشه، منظور این که یوزر یوزر دقیقاً یوزر که یه سری اطلاع یه سری داره همینجوری اون اعمال میشه، ما هم ناخودآگاه مجبوریم روی سریاش آدم‌هایی هستن که تو همون شرکت‌ها به این قضیه فکر میکنن، به این قضیه و حرف میزنن راجع به اینکه این مشکلات هست و میرن کنفرانس میدن، مستند درست میکنن که راجعش صحبت میکنن. ولی به شخص تو نمیتونم بگم که من از فردا مثلا میرم یه گوشی نوکیا میخرم، نمیشه، چون زندگی مختل میشه، چون نه فقط وابستگی، انقدر همین یه دونه چیز خوبه، انقدر کار من رو راحت میکنه که نفوذ داره تو هر کاری تو الان بکنی دیگه. هست عقلانی نیست که من مثلا یه سیستم به این خوبی رو وردارم بنظام دور یا مثلا ادوانتیج خیلی داره. آره یه ما مثلا راجع به اینا حرف زدیم صرفا برای اینکه یه فکری باشه، یه چیزی باشه که مثلا من شب میرم خونه صرفا گوشه ذهنم باشه که نه من ممکنه واقعا به اون اعتیادی که داره منجر بشم، وابسته بشم. آره این یعنی صحبت خوبیه به ازای اینکه آدم صرفا آگاه تعادل میاره، بالانس ایجاد بکنه دیگه. نورمال‌ترین یه جوری آدمای این جامعه ایم که خودمون داخل منم نورمال نیستم. سه تا روانی بودیم دیگه. سه تا روانی، سه تا سایکو داخل یه نسل روانی. ترتیب بندی کنیم یه بار کدوممون سایکو تره. نمیشه ژانرمون متفاوته. آره آفرین. لیگای متفاوته. به عنوان آخرین چالش من دوست دارم ازتون یه چیزی رو بپرسم، یه چیزی که الان خیلی هم مربوط میشه به سوشال مدیا هم به حرفامون. چشاشو دوست ندارم اصلا، خیلی چیزه. بگو نظرتون راجع به عشق ابدی چیه؟ چون در راستای حرف من هست بیرون شدن زندگی. من ندیدمش. من حتی 30 ثانیه‌اش هم ندیدم. چرا ندیدی؟ اصلا ببین من اولا شخصیتی آدمیم که جذب همچین چیزی نمیشم، جدا از این جذب اینجور چیزا من نمیشم، جدا از این محتوای مزخرفه اصلا. بابا تو اصلا ببین من دیدم، حداقل دید من اینه، تو یه دونه خونه برداری بگیرید مثلا 10 نفر رو بندازی توش، تو من اصلا نمیدونم سیستم تو خونه چیه، خب چه اتفاقی میفته، 10 نفر رو بندازی اون تو مثلا چند روز با هم دیگه باشن، این با اون نمیدونم تهش که مثلا تو این چی در بیاری، 4 تا چرت و پرت بگن که مثلا ملت بخندن. آره بابا پره ویلای سختا. من کلا ندیدم، نه کلا هیچ کانسپت هیچ ذهنیتی راجعش حتی چیزایی که شنیدم منم چیزایی که شنیدم و گفتم، ولی منم ندیدم سیستم. نه به خاطر اینکه من به نظرم مزخرفه، چون سلیقه هست بالاخره فرق میکنه. نه اینجا نظر شخصی خودمون رو دیگه، به خاطر اینکه من چیزای مزخرف‌تری جذب میشم. نه من بخش مزخرف خودم گفتم دیگه، گفتم من به شخص آدمی نیستم که گفتیم یه هر کدوممون یه فید انگار یه اثر انگشت داریم توی این قضیه، انگار یه چیزای خاصی جذبمون میکنه. نظر شخصی من راجبش اینه که تو حالا با اون چیزی که راجبش جذب میشی میگی مزخرف، من میدونم یه سریاشون چیان، جدا از اینکه به نظر شخص من مزخرف نیستن، ولی اگه مزخرف هم باشن خیلی بیشتر میارزن به یه مزخرفی مثل عشق ابدی. ببین این برمیگره به نظر شخصی من که میگه اونم آره نظر شخصی من راجع به عشق ابدی
یه برنامه‌ای با همچین سیستم و همچین استراکچری، همچین محتوایی، همچین کانتنتی مثال بارز سوشال زدگیه. یعنی اینجا جاییه که مثلا شخص مبین ببینم اینو واقعا دیگه، یعنی میگم خب بسه، مثلا سوشال دیگه بس بیروح شدنه و یه نمیدونم چرا اصلا باید انقدر توجه بگیره. روانشناسی بالاخره روانشناسی دقیقاً چیزی رو موضوع رو انتخاب کرده که میدونه یه جماعت خیلی زیادی رو انگولک میکنه. دقیقاً. شما بالاخره موضوعی که همه ما بهش فکر میکنیم اصلا تو طول زندگی شما یکی از ثابت ترین چیزایی که میشنوی اینه که آقا پشت سر هم حرف نزنید. یعنی اصلا به دین و اعتقادات ربطی نداره. ما یه ساعت داریم پشت سر هم حرف میزنیم. نه، پشت سر همدیگه حرف نزنید، غیبت نکنید. اصلا کاری من با دینم ندارم. ببین قشنگ دیدا تفکیک شد. تیکم نگرفت. پشت سر هم حرف نزنید. میگی 300 بریم اینجا. عشق ابدی کل محتواش یه جورایی همینه. یعنی شما داری کادرهای چیزی من یکی دو قسمت با بچه‌ها دیدیم برای سرگرمی و اصلا چیه، چرا اینقدر ترند شده، کنجکاو شده بود. یعنی شما داری هی کادرهای متفاوت و آدمای متفاوت، ترکیبای متفاوت میبینی که دارن پشت سر هم حرف میزنن. پشت سر همون کسی که الان مثلا 5 متر اونور تو ویلا نشسته، همون ویلا. و این یه جورایی میتونم بگم پایه اصلی برنامه است. از رو این دراماها به وجود میاد، این دراماها جذاب، این میره بیرون، اون میاد تو. این یه ترویج مزخرفی از عادتهای غلط، عادتهای مسخره مخربیه که توی جامعه داره اتفاق میفته و باید جلوگیری بشه اصلا از ترویج همچین چیزی. به صورت عادی فرهنگسازی یکی از فرهنگسازی این بود که آقا ما بیایم یه کاری کنیم بحثا کمتر بشه، درگیری‌ها کمتر بشه، نظرها یه دست‌تر بشه. اینکه تو بری پشت سر یکی دیگه صحبت کنی دقیقاً مخالف همچین اتفاقی، یعنی باعث بروز اختلاف میشه، باعث بروز حتی اگه نظراتونش خیلی شبیه هم. بالاخره دنیای آزاده، یعنی نمیتونی بگی که مثلا من جلوی کسی رو بگیرم و موضوعیه که آره تو هم بالاخره همون چیزه دیگه. بالاخره یه جایی از ناخودآگاه من براش مهمه که مثلا موبین پشت سر من چی میگه. هر چقدر مثلا از نظر خودآگاه برام مهم نباشه، یه جایی خب نیست، ترغیب میکنه. یه جایی آدم انگولک میکنه و اینکه تو مثلا محترمانه خب نیست در مالی رسد، محترمانه مالی دارد. شاید ناخودآگاه میگه اهمیتی بده در حالی که خودآگاه مثلا واسش مهم نیست. آره اینو قبول دارم. خب بالاخره یه جایی انگولک میکنه دیگه. همون چیزی که گفتیم، چیزیه که اول نگهت میداره، بعد یه کاری میکنه معرفی کنی و بعد کلی هم ازش پول در میاره. دقیقاً همونی که من انقدر مثلا ویو دارم، خب چرا مثلا 100 تا تبلیغ اینجا نچپونم؟ من نیستم واقعا همچین این که مخالفتت مثلا نمیتونه در حد جامعه باشه. وقتی من میگم نظر شخصی اینه که داره تاثیر مخرب عمومی میذاره. آره ممکنه. من نظر شخصی اینه. نظر شخصی به کسی هم نمیگم میگم اگه بگم نبین هم نظر شخصی خودمه. یعنی من صرفا یه جورایی به عنوان پیشنهاد، به عنوان کسی زور نمیکنم. من خودم خیلی کارا میکنم، بازیایی که میکنم شاید به نظر یکی دیگه کلا وقت تلف. سریال میبینم، میگم مثلا چیه سریال میبینی اینقدر از زندگی تو تلف کردی که چی؟ انیمه میبینم مثلا. اوکی. نه من خیلی بذار گذر کنیم از این قضیه. داشتم فکر می‌کردم کلمه انگولک چقدر کلمه عجیبیه. انگولر رول تو دیسکورد داریم انگولر. نه انگولک اصلا یه دقیقه به فکر فرو رفتم، مثلا تو انگولک داشتم فکر می‌کردم چه کلمه عجیبی هست. چه معنی عجیبی هم میده. گول کوچک، بعد انا اولش چیه؟ مثلا اگول انگول مثلا ان اپل شبیه هوش مصنوعی ها میگه انگولر. آره خب آقا این بحث امروز به نظرم ببندیم دیگه کافیه. آره یه نتیجه گیری هم بکنیم. نتیجه گیری نداره که بحثش کلا یه جوریه که باز باشه به نظرم بهتره. باز باشه چون الان بازه دیگه داره میره جلو، نمیشه راجعش نتیجه هم تعیین کرد. آره از زندگیتون لذت ببرید، هیچ چیزی ارزش نداره. خیلی به پوینت مهمی اشاره کرد. آره به نظرم از حرفایی که من میزدم تو کل اپیزود امروز
به درد بخورد این حرفی که زدم. آره یعنی اصلا دنبال همین بودیم. آره واقعا. راجع به همین بحث خوشحال بودن و از زندگی لذت ببرید، منم اون مخالفتایی که کردم یا اون انتقادایی که میکردم در راستای این بود که احساس میکنم شادیه داره از بین میره و مثلا بدون اینا یا حالا با توجه کردن به یه سری قسمتاش خیلی شادیه میتونه بیشتر حفظ شه، آرامشه میتونه حفظ شه، لذت بردن از زندگی بیشتر شه، فان باشه دیگه. آره کلا سخت نگیرید زندگیتون. بله بله بریم بیستوری. خب بیستوری این دفعه که قرار شد من تو مشترک من تو یه چیز داریم. بیستوری چیه؟ بیستوری این بحثو باز نکن دیگه. من نمیدونم کنچکاوم، حوصله سرچ کردنم ندارم. اپیزودش هست 12 تیزه 15 ریزه نمیدونی 15 ریزه؟ نه دیگه آره دیگه 15 ریزه دیگه. ما گفتیم چندیم؟ ما دهیم دیگه همه کاره. دهیم. آره. خب میخواد تو بگو دیگه. میخوام اول امیررضا بگه. آره راست میگی. من یه مستندی دیدم خیلی مرتبطه با همه حرفایی که زدیم. مثلا خیلی از حرفایی که من زدم عملا انگار برگرفته از اونه. اسم مستند هست سوشال دیلما، مال نتفلیکس، سال 2020 منتشر شده. یه چند تا از کله گنده های شرکت های مختلف مثل فیسبوک و گوگل و پینترست و اینا رو جمع کردن، راجع اون حرف میزنه. در قالبش یه داستان دراماتور هم داره ولی خب بیشتر مستنده. خیلی از حرفایی که زدم و خیلی از چیزایی که به نظرم حداقل آدم‌ها لازمه یه بار به سطح آگاهیشون برسه، به اون هوشیاری روزمره‌شون برسه. آره شنیده شه، نه اینکه لزوما مثلا همه چیو بندازیم دور، ولی آره کلا آخه میکوبه این داستانا رو، ولی مستند قشنگه. ایوان به تو بگودی من نمیگم، تو جلوتری. نه موضوع اصلا جلوتر بودن نیست. سریال جذابه مثلا سریال از سال 2005 شروع شده. خیلی سریال محبوبیه، خیلی هم اودینس بزرگی داره. من نمیدونم چرا اینقدر کم به ما رسیده بود. این چیزی ما ندیدیم. اصلا چرا؟ ببین این دیگه از ژانرهای مورد علاقه منه. من بهترین ژانریه که خوشم میاد یه جنایی دقیقاً جنایی و علمی دیگه. تخیلی و بعد خیلی عجیبه واسه مثلا تا حالا بابا چرا حتی اسمش هم نشینده بودم. آره این خیلی عجیب بود. منم فقط در حد اسم اونم از یکی دو نفر شنیده بودم، بعدا رفتم نمره شد دیدم چقدر نظرم مثبت، نمره خوبه. سریال سوپرنچرال 15 فصل دیگه 2-3 ماه خورده. 15 فصل، هر فصل اوریج 23 قسمت ایناست، ولی واقعا کار جذابیه برای کسایی که ژانر تخیلی و اینا یه ذره خوششون میاد. و اینکه مثلا جزء معدود سریال، خب مثلا ما واکینگ دد هم داریم با تعداد فصل خیلی بالا، خب ولی خب معمولا سریالا وقتی اینقدر فصلشون میره بالا، اینقدر داستان کش پیدا میکنه، از جذابیت میافتن، نمیتونن خیلی داستانای جدید، رولای جدید وارد بازی بکنن، جذابیتشو از دست میده. ولی سوپرنچرال اصلا تو این زمینه رقیب نداره. انگار که نره اصلا بالا میمونه و 6 فصل از سریالو دیدی اصلا انگار نگه احساس می‌کنی فصل اول هنوز اینقدر جذابه. و فصل یکش ضرب آهنگش به نظرم قابل مقایسه با سریال‌های الانیه. آره روندا خیلی خوبه نسبت به سال 2005. مثلا 2005 صبرا زیاد بود، یه اینترو 10 دقیقه‌ای بریم مثلا. آره بعد خیلی جو سریال با قدیمی آمریکای قدیمی یونیک، خیلی یونیکه اصلا رنگامیزی خود صحنه، کم بودن نورا خیلی خفنه. سریال خفنیه. امتحانش کنید واقعا. احتمالاً خیلیشون دیده باشن ولی خب نه اتفاقا نمیدونم. آخه من احساس میکنم ما مثلا بریکینگ بد رو میتونم احتمال بدم خیلی دیده باشن. جدیده ولی بریکینگ بد هم جدید نیست. بریکینگ بد هم جدید به نسبت این خیلی جدیده. 2005 کجا مثلا 2016 کجا؟ آره خب 2015 کجا؟ آره خلاصه اینم از اینو اپیزود امروز هم که تموم کنیم. خیلی لطف کردید جوریه. مرسی، خوشحال شدم در حضور گرمتون. آره مرسی که تحمل کردید، گوش کردید. هر اپیزود دارم به آرمانگرایی نزدیکتر و نزدیکتر میشم. آرمانگراتر میشم. آره بعد اپیزود مخصوصا. و اینکه یعنی چی؟ بسم میگی اپیزود بعدی خدا